رادیو مهر تقدیم می‌کند. برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. به نام خداوند جان و خیرت. سلام و درود بر شما هموطنان ارجمند، شنوندگان رادیو مهر. جاوید حسینی هستم. با برنامه کاشانه مهر همراه شما عزیزان خواهم بود. امیدوارم همیشه دلتان شاد باشد و خانه و کاشانه اتان آباد. امروز در برنامه کاشانه مهر تصمیم گرفتیم اول داستان زیبایی را برایتان نقل کنم و سپس درباره موضوع برنامه امان با هم گفتگو کنیم. در منابع اسلامی داستان مردی پرهیزگار نقل شده است که بسیار مسافرت می‌کرد. این مردی مسافر در یکی از سفرهایش روزی وارد مصر شد. در بازار شهر آهنگری را دید که آهن تصفان سرخ شده را با دستانش از کوره آهنگری بیرون می آورد. اما حرارت و گرمی آن به دستان او هیچ تأثیر نداشت. مردی مسافر با دیدن این منظره با خود اندیشید که این مرد حتما از اولیای خداست، وگرنه از کجا می توانست این کار را انجام دهد؟ نزدیک او رفت و سلام کرد. سپس او را به نام خداوند قسم داد و از او خواهش کرد تا برایش دعای خیر بکند. مردی آهنگر تا این درخواست را شنید شروع کرد به گریه کردن. سپس گفت: ای مردی مسافر، تو گمان میکنی من از انسانهای پاک و معصوم و از اولیای خدا هستم و برای همین از من درخواستی دعا داری؟ اما من این گونه که تو فکر میکنی نیستم. من این کرامات را به خاطر یک عمل خوب از خداوند هدیه گرفتم. مردی مسافر پرسید: آن چه عملی بود که خداوند به تو این کرامات را عطا کرده است؟ و اصرار نمود تا آهنگر داستان زندگیش را برای او این گونه بازگو کرد. روزی در همین دکان مشغول کار آهنگری بودم. زنی زیبای و جوان آمد و اظهار فقر و تنگ دستی کرد و از من کمک خواست. من مجذوب زیبایی آن زن شدم. به او گفتم: البته به تو کمک میکنم، ولی به یک شرط: باید کام مرا برآورده کنی. آن وقت هر چی احتیاج داشته باشی از من بخواه
و من هم آن را به تو می دهم. زن خشمگین شد. گفت ای مرد، از خدا بترس، من اهل این کارها نیستم. از در دکان بیرون رفت. اما پس از لحظه برگشت و گفت ای مرد آهنگر، اما بدان که به دلیل فقر و نداری مجبورم تن به این کار بدهم. فرزندانم گرسنه اند و من نانی ندارم که به آنها بخورانم. من در دکان را بستم و با آن زن به خانه رفتیم. وقتی وارد اتاق شدیم من در را بستم و قفل کردم. پرسید چرا در را قفل میکنی؟ آخر اینجا کسی نیست. گفتم میترسم کسی بیاید و مرا در این کار ببیند و من رسوا شوم. در این هنگام زن چون برگ بید به لرزه افتاد. قطره های اشک از چشمانش سرازیر شدند. و من گفت پس چرا از خدا نمی ترسی؟ پرسیدم تو از چی می ترسی که اینقدر به لرزه افتاده ای؟ زن گفت اکنون خداوند شاهد و ناظر ماست، چگونه نترسم؟ زن با چشمان گریان و با التماس به من گفت ای مرد آهنگر، اگر مرا رها کنی و بگذاری تا بروم، خداوند نیز کاری می کند که پیکری تو در آتش دنیا و آخرت نخواهد سوخت. من با دیدن این حال از قصد خود برگشتم و هرچی می خواست به او کمک کردم و گذاشتم از خانه ام بیرون برود. آن زن با شادی به منزلش برگشت. پس از آن همان شب در خواب دیدم که بانه بزرگواری که تاج از یاقوت بر سر نهاده بود به من گفت ای مرد آهنگر، خداوند پاداش نیکویی به تو عطا کند. پرسیدم شما کی هستید؟ آن بانو گفت من مادر همان دخترکی که به خاطر نیازمندی و تنگ دستی نزد تو آمده بود و تو نیز از ترس خدا رهایش کردی. اینک به خاطر حیا و وفاداریت از خداوند می خواهم که در آتش دنیا و آخرت تو را نسوزاند. پرسیدم ای بانوی بزرگوار، آن زن کی بود؟ آن بانوی گرامی گفت آن زن از بستگان پیامبر خدا بود. آهنگر رو به مردی مسافر کرد و گفت من سپاس و شکر فراوانی کردم، به همین جهت حرارت آتش برایم اثری ندارد. عزیزان شنونده و همراهان گرامی رادیو مهر، وقتی سخن از حیا می رود بیشتر به نظرمان می آید که مثلا انسان باید سرش را به زیر اندازد و به چهره کسی مخصوصا نامحرمان نگاه نکند. البته درست است که ما باید از نامحرم چشممان را ببندیم، ولی باید حد و مرز حیا را نیز بشناسیم. زیرا اگر در حیا کردن زیاده روی داشته باشیم باعث این می شود که ما نتوانیم با دیگران هیچ رابطه برقرار کنیم و اگر با دیگر آدمان رابطه نداشته باشیم این کار آهسته آهسته به ترس از مردم و در نهایت به گوشه‌گیری ما می انجامد و ما را از جامعه دور می سازد. در صورتی که از نظر اسلام این کار پسندیده نیست، چون که انسان با جامعه و با دوستان و خویشاوندانش و رفیقانش زنده است و باید با آنها
رابطه سالم داشته باشد. پس حیا چیست و حد و مرز آن کدام است؟ حیا یعنی شرم. شرم از کارهای ناپسند، یعنی نباید کاری کنیم که دیگران ما را سرزنش کنند. آدمان بیشتر در 3 جا حیا می کنند: حیا از بشر، حیا از خود و حیا از خداوند. پس حیا نیرویی است که ما را از آلوده شدن به کارهای ناپسند باز می دارد. در روایت آمده است پاک دامنی به اندازه شرم و حیای انسان است. از این روایت چنین استفاده می شود که عفت و پاک دامنی بدون حیا ممکن نخواهد بود. می دانیم که حیا خصلتی است که خداوند آن را در نهاد ما انسانها گذاشته است. حیا خصلتی با ارزش است که باعث استحکام روابط جمعی، باعث استحکام رابطه ها در خانواده و جامعه می شود. انسانی که به این خصلت نیکو دست یابد کلید بسیاری از خوبی ها را صاحب گشته است. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حیا می فرمایند حیا و ایمان همیشه همراه یکدیگرند. هرگاه یکی نباشد دیگری نیز نخواهد بود. اینچنین در روایت دیگری فرموده اند حیا همه نیکی هاست و هر کی حیا دارد همه نیکی ها را داراست. در آخر با آرزوی آن که خداوند همه ما و شما را به زیور حیا آراسته گرداند، برنامه امروز کاشانه مهر را به پایان می رسانیم. برنامه کاشانه مهر کار است از گروه صدای خانواده. صدابردار و تدوینگر برنامه آریا سهراب، تهیه کننده و مجری برنامه جاوید حسینی. عزیزان شنونده، همینجا به شما بدرود میگوییم و تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org